بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسولنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت گرامی، در ادامه سلسله برنامه ازدواج رسیدیم به مبحث یا به بحث خلوت، یعنی خلوت تنها پسر و دختر با هم یک جا بودن، یا خلوت با نامزد حرام است، ممنوع است. قبلا هم گفته شد این وقت و وعده است، اینا از اخلاق و آداب و سیرت و صورت و خوی و خصلت یک دیگه آشنایی پیدا کنن. این به یک زمان به اصطلاح معرفت و شناخت از یک دیگه است. اینا یک روزی میشه، یک هفته میشه، یک ماه میشه. به خلاصه کلمه دوره نامزادی یک دوره هنوز قطعی نیست، وعده است. بنان خلوت کردن، خلوت یعنی تنها دختر پسر بدون داشتن محرم در بینشان یک جا بودن. این درست نیست. نشه که دختر هنوز اینا با هم به زمان و دوران نامزدی بلند به اصطلاح به هتل و پارک و بازار و چکر و سیر سیاحت، اینا درست نیست. چون که میفهمیم، معلوم است بعد از او اگر خدا ناس اینا از حتما انسانی از خوی خصلتی که دیگه هر کدام خوش نامد باعث انصراف از اینا شود. وقتی که اگر منصرف شدن، پس اما عفت و به اصطلاح عزت و کرامت خاصتا دختر کمی پیش به اصطلاح همسن سالایش، قوم خویش و خانواده و فامیل اقربا زیر سوال میره. چون که و عفتی که قبلا داشته، بعد از اینکه او با یک جوان یک مدتی خلوت کردن، تنها با گشتن، این باز درست نیست، حرام است، بنان ممنوع است. اینجا دلیل هم دو حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول الله میفرماید، میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی اگر به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد، فلا یخلون بامرأة لیس معها ذی محرم منها فان ثالثها الشیطان، پس حلال نیست برای او به یک زن به اصطلاح بدون از اینکه محرم همراهش باشد خلوت کند، تنها شود، چون که سومی از اینا شیطان است. و این شکل حدیث دومی هم به این ارتباط رسول الله میفرماید لا یخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثها الشیطان الا محرمی، میگه حلال نیست با یک زنی مردی تنها خلوت کنند، به یک جا برند، بلکه سومی شیطان است، مگر اینکه یک محرمی همراهشان باشد. خب دوستی عزیز، چرا اینجا خلوت مشکل هست؟ به خاطر که خلوت خطرات داره، عواقب داره. از جمله خطرات و بی‌توجهی که در خلوت یا به اصطلاح تنها شدن پسر و دختر با هم می شود، اینجا چند حالتی دارد. یکی مسئله افراط است، یکی مسئله تفریط است، یکی مسئله به اسم کم توجهی میگیم، هرچی. چند نکته دیگه هم، مثلا افراط به یکی هنوز اینا سر وعده هستند، اینا راحت با هم گشت گذار میکنند و با هم میرند و هر جا خواسته باشند و پارک و هتل و دکان و بازار و خانه و غیره غیره. این درست نیست. قبلا هم گفته شد، چون که عفت دختر شاید بعض منصرف شدن زیر سوال قرار میگیره، درست نیست. و یکم تفریط است. تفریط یعنی یک دیگه خود هرگز نمیبینن، فقط شاید یک عکسش و تصویر از او را ببینن، این هم درست نیست. یکی سومی شاید بعض اوقات فقط امو آخرین مراحل نکاح یا شب عروسی دیده شود، این هم درست نیست. بنان یک با محرمی باشه، میشن خاله و خواهر و کس دیگه از محرم باشند، اینا حداقل بعد از عقد نکاح یک پشیمانی نداشته باشند، موارد قبلا گفته شد. مسئله بعدی پشیمانی و عواقب و اثرات آن. مثلا طوری که گفته شد، اینا از یکی از اینا منصرف شدن، چه پسر چه دختر نمیخواین به یکی دیگه از خوی و خصلت و آداب و صورت و سیرت و بالاخره اما ویژگی‌هایی که هر کدام داشتن خوشش نامد، منصرف شدن. پس اینجا چند نکته قابل ذکر است. آیا این مهریه هایی که یا هدیه ها و بخش هایی که پرداخت شده چی میشه؟ اگر تمام مهریه پرداخت شده باشد، چون که هنوز پرداخت هدیه به خاطر یا مهریه به خاطر ازدواج بود یا عقد نکاح بود، وقت عقد نکاح نشد، و هم حق خالص خود اما پسر است که پس دوباره میتونه را مطالبه کنه و بگیره.
یکی دوم اگر قسمتی از اون مهریه پرداخته باشه بازم همین مسئله. اما اگر بخشش و هدیه باشد، اینجا باز بخشش هدیه یک مسئله است. چندین حدیث هم راجع به این موضوع انشاءالله بحث میکنیم. اگر هدیه یا بخشش طوری بوده باشه که کسی اگر به کسی چیز میبخشه یک توقعی از او داشته باشه، این برای گرفتن مستحق است. انشاءالله حدیث معنا میکنیم. اما اگر بدون توقع به کسی چیز بخشش کرد، هدیه داد، او نمیتونه از او دوباره منصرف شد، پس بخشش خود هدیه خود بگیره. اینجا به همین حکم داره. وقتی که بر خانم لباس و چیز به اصطلاح داده و هم گرفته استفاده کرده، دوباره نمیتونه مطالبه کنه و چیزی که به نام مهریه باشه میتونه بگیره. چون که چرا مهریه را پس میتونه بگیره؟ چون که اینجا یک وعده بود، هنوز عقد نکاح صورت نگرفته بود. وقتی که وعده باشه، در برابر وعده به اصطلاح میتونه مهریه که پرداخت شده پس بگیره. موضوع بعدی کسی که به کسی وعده میده ارتباط به خلاف وعده. این یک مسئله خیلی مهمی است، چون که وقتی که معمولا پسر امید یا وعده ازدواج میده، اگر او منصرف میشه، بالاخره بعد از او موضوعات اینجا هسته. یکی اول کسی که از وعده خود خلاف میکنه، به اصطلاح یک جزای از طرف شریعت به او تعیین نشده. یعنی مثلا کسی که وعده خلافی کرد جزایش باشه. فقط رسول الله میفرماید، میگه منافق 3 نشانی دارد: گم میزنه، دروغ میگه، وعده میکنه، خلاف وعده میکنه و به امانت هم خیانت میکنه. اینجا هم گوییم که این به وعده خود خلاف کرده، یکی از کارهای منافق انجام داده، یکی از صفات منافقه. و مخاطر میگه عبدالله بن عمر در هنگام به اصطلاح جان دادن گفت، من به یکی از مردان قریش یک شبی وعده داده بودم. یعنی با او گفته بودم من دختر خدا به عقد نکاح تو در میارم. گفتن شما همه شاهد باشین، من دختر خدا به عقد نکاح او در آوردم. نمیخوایم در حضور پاک و پروردگار با یکی از 3 خصلت نفاق حاضر شوم. یعنی یکی از 3 نشانه منافق وعده خلافی است. یعنی اینا بزرگا به این اندازه توجه میکردن به وعده های خود. در مورد ازدواج یا پشیمانی از ازدواج، پس هدیه‌ای که به او داده شده چگونه است؟ پیش گفتم مهریه حقش بود، میتونه مهریه رو دوباره مطالبه کنه. اما در قسمت هدیه یا بخشش، بازم حدیثی از رسول الله میفرماید: لا یحل لرجل ان یعطى عطیه او یهب هبه فیرجع فیها الا الوالد فيما یعطى ولده. میگه کسی که به کسی چیز بخشیده یا به اصطلاح به او چیز عطیه کرده داده، میگه دوباره نمیتونه به اصطلاح پس از او بگیره، مگر اینکه پدر اگه به اولاد خود چیزی داده باشد. یعنی پدر برای گرفتن مال عطیه داده شده به اولاد خود سزاوار است. و این شکل حدیث دیگه است، رسول الله میفرماید: من وهب هبه فهو احق بها ما لم یصب منها. میگه کسی به کسی هبه اگر چیز بخشش کرده باشه، او اگر عوض از او را نگرفته باشه میگه مستحق است. اینجا یک نکته قابل ذکر است. مثلا کسی به کسی چیز بخشید، یک توقعی هم از او داشت که عوض از او را بگیره، اما این عوض برآورده نشد. این میتونه میگه به مال خود دوباره مراجعه کنه، مال خود از او مطالبه کنه. رأی فقها، نظر فقها در ارتباط چی است؟ در ارتباط به هدیه‌ای که بخششی که در دورای به اصطلاح نامزدی برای نامزدش داده شده، اگه میگه به حالت اولی مانده باشد، مثلا زیورات بوده، مثلا گوشواره و گردنبند و ساعت و انگشتر و غیره و غیره، اگر اینا موجود باشه میتونه مطالبه کنه و بگیره. اما اگر او از حالت اولی خود برگشته بود، مثلا لباسی بود دختر یا مثلا یک وسایل بود، زیورات بود که دوباره با تغییرات آمده، به این صورت حق مطالبه دوباره رو نداره. انشاءالله تا برنامه بعدی. الله حافظ ناصر همه شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.